اون روزی که از این ستونش هم بگی بری عقب باشه بیا عقب‌تر بیا اینجا مرقد منجم، محقق بزرگ دینی، عارف، شاعر، ریاضیدان هستش به نام مشهور به نام بابا افضل در روستای مرق. متاسفانه علیرغم مقام بالای علمی این شخصیت امروز مرقدش که مورد زیارت پادشاهان دنیا بوده تبدیل شده به یک مخروبه و خرابه‌ای که دل هر انسان محقق و اندیشمندی رو به درد میاره. هر روز که به اینجا سر میزنیم از روز قبل بدتر و تخریب و آثار تخریب بیشتر دیده میشه. باید وزارت ارشاد کلاشو بذاره بالا، هرچند که ایران رو به بدبختی و ویرانی کشیدند.